дуруду салом ҳамватанони азиз, бинандагони гироми қадр, бо шумо ҳастам Шарафдин Гадоев. ин барномаи таҳлил бояд гуфт аст. имрӯз барномаи мо махсус барнома аст, чун яке аз даҳшаттарин ва ваҳшаттарин кушторҳое ки дар зиндони шаҳри Ваҳдат 19 майи соли 2019 рух дод мехоҳем ошкор кунем, чун як шоҳиди ин воқеаҳо, ин кушторҳои бераҳмона ки аз ҷониби режим Эмомалӣ Раҳмонов болои зиндониён сурат гирифт, имрӯз бо мо ҳастанд ва чӣ гуна имрӯз дар зиндонҳо шиканҷа ва азобу уқубатҳо мешавад. Ва ғайр аз ин, имрӯз як ҷинояти аз хешовандони Эмомалӣ Раҳмоновро, қудаи президентро бо номи Бек Сабур, вазири алоқаи Тоҷикистонро низ ошкор хоҳем кард ки чӣ гуна бо тариқи зулм, ситам, бо роҳи як нафарро ба зиндон кардан ва тиҷораташро кашида аз даст гирифтан хоҳем суҳбат кард. Ва меҳмони барномаи имрӯзаи мо ҳастанд, агар ки аз кормандони техник хоҳиш мекунам бипайванданд моро, Рабиев Саид Акобирович, ки собиқ зиндонӣ дар зиндони шаҳри Ваҳдат буданд ва ин ҳодисаро диданд ва яке аз тиҷорҳои собиқ ҳам буданд ки тиҷоратшон тавассути мақомотҳои қудратии Тоҷикистон кашида гирифта ба дасти қудои президент Бек Сабуров дода шуд. ҷаноби Рабиев Саид, дуруду салом ба шумо. Шуморо хушомадед мегӯем ба барномаи таҳлил бояд гуфт. تشکر زیاد. من درد همه جامعه را میخواهم به شما رسانم که از آن جمله درد خودم را. وقتی که مرا زندانی کردند با راه زورآوری به زندان بردند. در زندان یعنی اول در سیزا، بعدا در زندان بسیار ما را ظلم کردند، بسیار لط و کوب کردند، ما را لط و کوبی بسیار کردند. هر چی خواستند در نام ما نوشته کردند، ما حتی امضا هم نکردیم، لکن گفتند ضرور نیست امضای شما. ببینید از من این سوال رو برای شما میتونم، سبب دستگیر شدن شما با چی بود؟ با کدام هدف شما را دستگیر کردن و هدف از دستگیر کردن شما چی بود؟ و هدف از زندانی کردن شما کی بود؟ و در پشت این قضیه کی بود؟ میخواستم همین رو تا اندازه خودتان نقل کنید برای بینندگان ما. ما با همراه خودمون یک ساختمان داشتیم، یک ساختمانی در شهر دوشنبه در گپرزین، در محله گپرزین جایگیر شده است. با همه حجتاش خرید و فروش کردگی مال شخصی ما بود. وقتی که اینها خانه سازی را سر کردن، کلانای شهر، نوبت ما رسید. ما را جغ زدن، گفتن که برای ما قدر مبلغ میدهید، اگر نمیدهید ما تجارت شما را کشیده میگیریم از دستتان. و همه خیلی هم کردن. در سود از بالای ما آنها شکایت نوشتند، حالا که همه حجتهای ما پره بود، یگان چی را به این نوبت نگرفتن، فقط از ما پول طلب کردن. ما پول نیافتیم که برای باطین $100,000. آخیراً در پشت این قضیه ها کی بودن؟ کی میخواست تجارت شما را گیرد؟ کی جایگاه شما را گرفت؟ ما این تجارت با بیک سبور رو سودا کرده بودیم. همون خریده اونجا ساختمان کردنی بود، ساختمان خانه.
بعد 1001 بهانه کرده این ساختمان از دست ما کشیده گرفت و ما پول هم نداد. یعنی بک صبور خدای پرزیدنت تاجیکستان بله. ابیکت شما را گرفت. یعنی ابیکت شما چقدر بود؟ چقدر زمین داشت؟ چقدر ارزش داشت؟ در مساحت 5 هکتار، ارزشش 3 میلیون دلار. در مساحت 5 هکتار اول گرفتن، با ما مصلحت کردن، مصلحتمون پخت. ثانی پاسپورتا را بیاره، گفتن پاسپورتا را برده دادیم. خانه در نام ما چند خانه، 8-10 خانه افارمت کردن، باقی ماندهش پول میتیم گفتن. با همین خب شد. بعد از همین صحبت ها خب شد رفته. دیگر 1 ماه از بین گذشت. بعد از 1 ماه ما را گیم پروکراتور فریاد کرد. گیم پروکراتور فریاد کرد. ما در سود عالی عریضه نوشته بودیم، افیسال نرفته در شعبه عمومیش عریضه نوشتیم، عریضه وارد کردیم، کاپی عرضمون را گرفتیم که برای بررسی وارد شد. سود عالی به فایده ما همین قضیه را حل کرد. اما گیم پروکراتور آمد و گفت که این حلنامه سود عالی شما ساختکاری است. چخیل ما عریضه می نویسیم، در شعبه عمومی می سپاریم، کاپی ما دا میتین و اونجا قانون است در دولت که در بین 2 ماه باید که این دعوای پیشنهاد کردگی ما را باید دیده براین. همه خیلی قانون هم دارد که 2 ماه، در بین 2 ماه باید که وای شود، یا به طرف مثبت یا منفی حل شود. وقتی که حل شد اینها درک یافتن، دیگر نمیفهمن. در سود عالی مردم ترسیدن، دیگر بجا کردن از ترس این آدم. همه حجت ها را ببینید دعوای شما از طرف سود عالی رد شد. پروکورور جنرالی نسبت شما پرونده جنایتی باز کردن. پرونده جنایتی باز کردن که گویا که ما ساختکاری کرده باشیم. من همین تلفن ها را صرفم نمیرم، این کامپیوتر، تکنیک کامپیوتری را من عموما نمیفهمم. اما در اینجا یا گرفتن از بالای ما دلک شدن که گویا که من شخصا اینو قرار سود عالی را ساختکاری کرده باشم، حالا که سود عالی قرار برآورده بود، نسبت به فایده ما برآورد. من همین قرار سود عالی را کاپیش گرفته برده در سود اکسپرتیز پول دادم و یا گرفتن همش نگاه کردن و تصدیق کردن که این ساختکاری نیست، همه امضاهاش درست است، پیچتش درست است، همش درست است گفته و یا برای من دادن. اما به این نوبت نگرفت هیچ کس. یعنی از توسط گنرال پروکورور تاجیکستان شما دستگیر شدید، بعدا شما را به دادگاه بردن. در دادگاه چی مسئله را بررسی کردن؟ چی گفتن شما را اصلا در دادگاه؟ در دادگاه ما را گفتن که این چیزی شما، این ابیکت شما بر وقت با قرار سود ناحیه رودکی وای شده است، حکمش بیکار کرده شده است. در کدام اساس بیکار کرده می شود که این 17 سال از بین گذشته است؟ حاضر اینا پول طلب کردن که ما پول داده نتونستیم، بیکار کردن. اینا گفتن که این بیکار شدگی است، شما ساختکاری کردگی است. در اینجا همه حجت ها را ساختکاری کردگی است، کی از شما پول گرفت در سود عالی، همه را ما در گپ زنه ما وای کنیم، ما یاویم او را. گفته از بالا ما حجت کردن. ببینید شما بازداشت شدید، با کدام اتهام شما رو گناهکار کردن؟ یعنی با کدام استاتیه ها؟ بله. 247 340 338. گویا که من از اونجا زمین فروخته باشم، حاضرم اونجا یگان برجی همون زمین فروخته شدگی نیست، یگان فوندامنت ریختگی نیست، یگان ماشین سنگ ریختگی نیست، یگان کار کردگی نیست. اما یا هر چیزی خواستن در حق ما نوشتن، من امضا نکردم. من گفتم که یا نادرستن، این تهمت است اینا. و گفتن که خواهی امضا که نخواهی ضرور نیست، برای ما مهم نیست که تو امضا کنی. شما رو با 3 ماده بندی کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان گناهکار کردند که شما
خودتان رو بیگناه میدانید در این مورد؟ من بیگناه هستم در اینجا. من یگان ساختکاری نکردم، یگان کس زمین ندادم. مجبور در گردن ما امیر بستن و نوشته کردن بردن. 10 ماه در سیزا ششتم. در سیزا هر روز لط و کوب، تحقیر، حقارت همین قدر میزنن در سیزا که حالا باشید من به سیزا می آیم. نگاه کنید، شما 3 میلیون دلار با بک صبور این مسئله را سودا کردید. بک صبور آمد به منزلی به همون ابیکتی شما شناسایی شد. مسئولیت شما چی شد با بک صبور؟ آمد، خودش آمد دید، موزه پوشید در پاش، آمده دید همه همون ابیکت تماشا کرد. خب از نظر گذراند، محقول کرد، گفت که قبول است. با اونجا در معاوناش آمدن دیدن، همه حجت گذاری کردن. همه گفتن که من از 30 تا شما در کوارتیر میتیم، 30 دانه 30 خانه از زرفشان، از خانه که در بالای کوپرکی وحدت ساختگی، یک خانه کلان اونجا ساختگی، چند تاش از اونجا، چند تاش از کولاب، با 1-2 تا حولی از کلخوز رسیه بود نشان دادن. همه خانه ها را همشه بردن نشان دادن. مادر گفتن از اینجا حساب میکنیم که به ارزش همین سوم ما همش سوم دادن نمیتونیم شما را. من 4 تا ماشین میتیم، باقی ماندهش همه خانه ها را میتیم. پاسپورت ها را بیاره، پاسپورت ها را برده دادیم، حتی افارمیت کردن همه خانه ها را در نام ما. کدامش که تیار بود، کدامش که تیار نبود، گفتن که من با از خانه هایی که نو برداشته شدیم از اینجا میتیم. گفتن بعد یعنی شما در یک بازی افیرایی بک صبور رفتیدید؟ بله بله بله. یک وقت بود که ما را از گیم پروکراتور وای کردن، خب فریاد کردن. وقتی که شما را بازداشت کردن شما با وکیل و با اینها دسترسی داشتید؟ حالا گوش کنید. من وقتی که گیم پروکراتور فریاد کردم رفتم بیانات دادم که همه خیلی شدگی های و یا دیگر خب کردن دیگر اون چی نگفتن، دیگه خب کردن، گفتن خیر رو ما بعد ترا جغ میزنیم. مرا 14 سپتامبر 2017 در محله 82 در نزد نترس محله 82 از همونجا دستگیر کردن. راست اویز بردن خونه و رفتنیم نموندن. حد بعد از همونجا شروع شد دیگر. بعد دوید کردن و تحقیر کردن و زدن و استثمار کردن و پول گرفتن و بعد همش 2.5 سال عذاب سگ کشیدم از قفای همین. حتی من راضی بودم که دیگر همه چیزم بیزار شدم. من گفتم من دیگر در کار نیست همه چیز. وقتی که مرا برده سود کردن، سر سود از سودیا گفت که من گفتم نمیشد که همون چیزا گیر شما من سود نکنیم. ما آدم مستفید، من این قدر سال یگان بار ملیسا خانه را ندیدم، سود نشیدم، امروز در پیریم شما مرا سود میکنه. گفتن سودیا گفت که حاجی بابا گفت شما حالی به قوتید و ترمه روید. ترمه ده 80 ساله مردم شیشتگی، یک پا ندارد، دست ندارد، شیشتیان. من گفتم چه خیلی آدم های همقدر کلان سال مستفید در ترمان. گفت در ترمه هستن. بعد گفت ما تر سود میکنیم، سپاری شیدگی از بالا علاج نداریم، یگان یاردم کرده نمیتوانیم، ما تر سود میکنیم. من گفتم اقلا شما تحلیل کنه که من گناهگار هستم یا نیستم. اقلا تو سودی، تو پروکرور نکرد. پروکرور هم پول گرفت از آیله من، هم تلفن من گرفت، وعده کرد با 5000 دیگه بیار امروز پگاه کارت حل میکنم. فریب کرد آورد. اخیرش اومد گفت که نمیشه و گفت نه اومد گریخ باید دیگر پروکرور میبه اکثر سوده گفت که از بالا سپاریش هست که ما ترا باید سود کنیم، ما یگان کار کردن نمیتونیم. من گفتم قانون چی که سپاریش باشد دیگر پارلمان چی در کار دیگه؟ قانون برای چی قانون قبول میکنیش؟ ما رای میتیم برای همه خیلی روز. گفت که اگر راضی نباشید ما شما سود میکنیم، بعد نویسید. بعد ما را گرفتن سیزا بردن.
انا بعد در سیزا بعد در نقد سیزا چی کرده گذشت؟ ادب دادم. در سیزا همه وقتی که رسیده استکان چی گفتگی جا هسته در اونجا هر یک بوزباله ها را از گیجه جمع کرده آوردگی هستن، نه زن میمونه نه دختر میمونه نه خودت میمونه، همه همچنان میزنن که قبرغد میشکنه، پد میشکنه، معیب میکنن. وقتی که ای پروکراتور تفتیش میبیان اونجا پرور که میبیان یا ای حقوق بشر و دیگر میبیان، تز نچلنکاش دویده میبیان و میگن ها بچه ها هشار شوید، یا میبیاین میرون ما و شما اینجا میمانیم. در پیش چشم خودم دو کسه زده کشتن، مردن، آدم ها مردن. ای دست پاشو باز زنش فلان و چه فلان حقارت کرده گرفتن بردن، یکون گم نشد. او بعد سیزا یک قانون دارد، سیزا انا همه یک کامره ده میشینه، کامراش کامرسکی هن، کامرسکی پولکی پول نتی اونجا زندگی کرده نمیتونی، برای ماهانش پول میتی. خب اون نظارتچویی که هر روز علیش میشوند و یارم هر روز 10 سومی میتی، آخرش با ماهانه کلانش میتی. خلاصه که همه چیزی که در خانت باشد با اگر همشه برده بوده تقسیم میکنی، خوراک از خانه میبرن، لباس از خود از حکومت یگان چی نمیتیه، یگان چی کرپه ای خودت، ادیال ای خودت. شما را چی گفته میزند؟ چرا این مناسبت با شما روا میبینند؟ تو جنایت کردی. او مردک من یگان جنایت نکردم. شما که در سیزا هستید، الان که دادگاه قرار نبرآورده است که شما جنایت صادر کرده هستید، چرا این نسبت؟ مفتش میبیم میفرمم، مفتش میبیم، من با چشم خودم دیدم، اما مفتش پول میتیه و یاده 20 سوم 40 سوم 50 سوم در کیسهش تلا میکنن، میگن فلانی فلان آدم ما پگه بیانات چه میگیریم، چی حجت چه و پادپسی میگیریم، همون یک بینه نغزه که کره یک بینه. من با گوش خودم شنیدم. ادوکت ها در اوجه یک زرگوش یک گون چی گفته نمیتونن. همین شما ادوکت داشتید؟ من ادوکت داشتم، ادوکتم یک بار اومد پیشم، تمام دیگه ندیدمش، نمی آمد. شما در مورد شکنجه شدهتان با ادوکت صحبت کردید؟ من صحبت کردم. او میگه که ایو کراتل ارگانن، ایو حقوق دارن برای زدن، ایو را ما دست ایو را ما قپیده نمیتونیم، اگر نخواهن خود ما را در آمدنی نمیمانن همینجا، ولی اجازت میتین میداریم، همیشه هم دولت کلان های پول تیش میگه نزنته. نگاه کنید، این خودش یک جنایت است که وقتی که میزنه. شما درباره استکان این چی گفته نگه؟ گفته در اونجا وقتی که استکان چی یک خانه هست که همین نو حاضر که آوردن شما در آوردن قبول میکنن، اونجا فرم نال تا آخران تحپوش، یعنی ترسک بگیم، ترسک تا میبرارن لیبلیچ برهنه در بالای بیتون به شکم خواه میکنن، قطار انمی خیل در بر مانده مردم خواه میکنن، بعد در دستی و یا دوبینکه کلتک با بالات پتینکه هاشون قطعی ره میگردن و میزنن، هم در سر هم در بدن در بدن. 1 ساعت 2 ساعت در بالای همون بیتون خواه میره. حاضر من از اونجا 3-4 تا کسل قپیدم، هم سببی هم خنک، از سبب زدن همیا 3-4 تا کسل قپیدگیم. شما درباره همین استکان که کمتر زیادتر شرطید میزنن، بعدا چیکار میکنن؟ بعدا میکوان چیزی داشته باشی میگیرن همشه، بعد از او با مصلحت میکنن خودشون، مصلحت آدمای خوبن، مصلحت میتین که کنی گجاد میخوای زندگی کردن، من فلان وایده فلان خانه ده اینقدر پله، اینجاش اینقدر پله، همش پلکی هن، یعنی بعد گجای راضی شوی. یعنی چقدر پول کدام خانهش میستد، چقدر پول کدام خانهش میسته؟ هر خیل شرایط دارن خانه ها. خانه های هستن که از دنیای نوش باشد اگر
هر ماه تا 1000 سامان میسپاری. 1000 سامان میتی نچلنیکه با 200-300 این معاوناش و دیگراش و نظارتیلاش همه پولکی به پول نمیتونی یگان روز زندگی کرده اونجا. این ارزان مردم ترین در از بیرون چقدر پول است؟ از همه کمش هر روز باید 10 سوم بتی، یک هفته ده 70 سوم، یک ماده 280 سوم. خب چی کار کنی که باید در زندان در سیزا نزنند؟ چی باید کرد؟ در چی باید کرد؟ اولش که یگان شناس یافتن در کار، دیگه‌مش پول بسیار دادن در کار. فقط یگانه راه پول بسیار. پول بسیار تی دیگه و یا پول بسیار تی یاش مفتش سود چه حقارت میکنن، چون با میگن ای آدم خوب بدست یا حقیقتا همه آدم بسیار وای کردین اینو میخیلیدن. و یا که پول بسیار گرفتن دیگه لط خوب کمتر میشه. خیلی خوراک تا خانت لباس تا خودت میبیاری میخری. اونجا یگان چی نمیتیان. اونجا خوراکی که برای محکوم شدگان، برای محکوم شونده ها تیار میکنن، فرمه گاو دارن، گوسفند دارن، مرغ دارن، همه را میبرن میتین اوقات رو و فر بیان دام بری مد اونجا با ما کرد گوسفند و گاو گذاشت برای خشم بونی میکنن. وقتی که حقوق بشر اینو وای میبیاد دویده میبیاین همه شو قفان تا چشماشون طرفی ما علام میکنن که پیشکی آمده آگاه میکنن که یگان سخن زیادی انا ما یا گوشت میتیم، کلبسه میتیم، فلان دروغ همه جا با تیگیس میکنن، تینج میکنن، رای خب میکنن. بعد از 10 ماه حکمی شما برآمد، شما رو چند سال دادن برای این جنایت ها؟ 18 سال. شما 18 سال زندان شده. حکم گرفته که زندان. 18 سال. 18 سال من از زندانی کردن. من گفتم نمیشود که همونا گیره اما ابیکت ها من سود نکنه. گفتن که نه خیلی نمیشود، تو باید روی شینی. این خیلی نمیشه، یعنی که سپاریش هست باید شما شینی. قانونی گفت این خیلی گفت غیر قانونی میشه. دازیم ما ایرا گیریم اگر جواب تیم تو با فقط دعوا میکنی که همه خیلی فشار آنه با سود که کنه من قانونی میشه. گویا که تو در قانون جنایت کردی ما تو را سود کردید. خندیده هم خیلی گم میزن. یعنی اونها خودشان میدونن که شما رو بگناه سود کرده ایستادن، یعنی خودشان گفته ایستادن که سپاریش از بالا است که ما باید شما سود کنیم. من سودی را پرسیدم برای چی تو من سود میکنی تحلیل نکرده؟ گفت که ترا گفت حاجی سپاریش شدگی که سود کنیم. سپاریش؟ من گفتم قانون چی؟ این گفت قانون در تاجیکستان قانونی چی هست؟ قانون اینجا خیلی گپا نیست. اینجا سپاریش هست. سپاریشید نه والله و بالله تعالی که این زن طلاق قسمه گفت که اینمی زبان قطعی گفت که سپاریش های خیلی قانون اینجا تاجیکستان میگن. شما کدام زندان روان کردن بعد از انجام شدن این پرونده تون؟ شما با دادگاه بالا مراجعت کردید نکردید؟ چی شد؟ نه من مراجعت نکردم از یک سبب که وقتی که هم رفیقایی که قطعی ما اونجا شیشتگی بودن فرض کردیم اگر در یک حجره 20 نفر باشه، در یک حجره 5 بسه 20 نفر همه در بالای زمین در بالای بیتون خواب با تر همه از همه 20 نفر اگر 15 نفرش کساتسیونی جلب نویستن همش به تغییر میبیاید. از همه رو من دیگر ننویستم. من گفتم این بیفایده است. با پول بته با رسخات کن با در اینجا بشین خوبترش. گفتم من از اینجا برارن تستر ترمه باید جای کشاتره میگن من کو ندیدم. بچه ها میگن که اونجا خوبتره از اینجا بسیار. یک سوتکده 10 مینوت بیرون میبرارن دیگه 24 ساعت در همونجا شیشتگی. 8 ماه شیشتم. 8 ماه بتون معیب شدم کسل شدم سلامتی از دست رفت. برای یگان کس فرق ندارد. از همین سبب من دیگه کساتسیون ننویستم. من گفتن من مصلحت دادن که تو از ترمه نویس برای که اینجا با 1 سال دیگه معنت میکنن همینجا قپیده میستند که تا که بمرید همینجا.
یعنی شرایط اونجا خیلی وضعین است، به حد وضعین است، خوراک نمیتیان. اگر من دروغم خدا من جزاتیه در دنیا در قیامت. همین قدر میزنن مردم، همین قدر حقارت تحقیر میکنن، همین قدر عذاب میتیان که من حیران شدم. من یکم بار در اونجا قدم حیران شدم که تاجیک نسبت تاجیک این قدر ظلم و بیرحمی، من حیران شدم. اما همش میدانن از پایان تا بالانش همش. بعدم فهمیدم که یک کمانده به مصلحتی گفتی اما خودشان پیشکی همش میدانن، اما یگان کس رحم نمیکند. تعجب شدم، بتن تعجب شدم که برای چی تاجیک وقتی تاجیک میزنن یگان گناه میکنید، یگان چارچوبه اون گفته های اونها را اجرا نمیکنید، چرا تحقیر میکنند؟ چرا آنها مگر فرزند انسان نیستند که اون خیلی تحقیر میکنند و دشنام میدید؟ وقتی که اومده اونا هم در اونجا هر یک کامera را بین خودشون تقسیم کرده، یعنی کامera 15 از فلان نچلنگ، ایش از زم نچلنگ، ایش از نظرات، ایش از هر یک کدامش خودش بین خودشون تقسیم کرده، استفاده میبرن، از همه حساب پول کار میکنن. اومده در شما را میکشاین، نگاه میکنن. یکی خدای نکرده اگر که معقول نشوه در چشمشون، تو برای چی من این خیلی نگاه کن، تو خیزجات خیلی پتا فرآت چتا زن تا فلان. همون لحظه میگوی خدا جانی من گیر که من هیچ کار از دستم هیچ کردن نمیتونم، این زنی من حقارت، دختری من حقارت، میبرارم بیرون. بیا جا کابینتی من یک قبول کنم ترا، میبرن اول نپرسیده، اما دوبینکه قده هم قدر میزنن که ما حاضرم پاچم سیاه تا اینه بینید که 2.5 سال گذشته یک تاش سیاهیش همه تمام نرفت. میزنن در گرده ها، در سر بسیار میزنن، در یک روز چند مرتبه میزنن؟ در روز در کار شود 2-3 مرتبه میزنن. همین 3 تا پراور که 3 پراور که میدرن، همین مشت قطعی در همه سرت بوتلکه آب پر کردگی در سرت، کتاب قطعی بسیار با کتاب میزنن. کتابای غوثی وزمین اگه جای افتا وردگن میمانند در بالای سرت، مشت قطعی هم قدر میزنن که من نمیفهمم که پریاماشونا همه میزنن. یگان مایده رحم نمیکنه. 2 کسه در وقتی که من در سیزا بودم 2 کسه با زدن کشتن، زدن مردن، هر دوشون گرفتن بردن، اما یگان گپ نشد. اونا با چی گناه محکم بودن در زندان؟ یک تاش ملا بوده است. برای چی تو رفته در مصر خواندی؟ گفته فریاد میکردن در ریشت فلان بسمدان، ریشاش همش انبر قطع چیندن، مولاواش انتلاو دانش ورم کرگی بود. زدن بیچاره دلش از کارمان مرد. لیبلیچ مادرزاد 4 کس از دست پاش گرفته رنگ یک گوسپند حرام شدگی را میبری هم خیلی برو وردن بردن. پگاش با یک بچه که دیگه قاری بچه در بالای جای نماز میخوند، اومده هم خیلی 2 دسته در تار سرش که زدن، یک بوزبلای دیگهش جاش ده بیچاره مرد. همون با فکرم گردنش شکست که جاش یگون گپ نمیشود. یگون گپ هیچ کس نمیپرسن. نفران دیندار خیلی بیرحم هستند. همین با کی پیش در اونجا نماز میخونن مردم، دیگه یک جای تنگ است نماز میخونن، خدا را زاره میگه دیگه راه نداری. کی پیش درو گفتم میدراین میبرارن، هم میزنن که جای نمازها رو میگیرن. نماز خانه ممکن نیست، ممکنه دل میکنن، شیزا میکنن برای نماز خواندن. با اگر بامداد خانه تمام الله اکبر 2-3 کس یک جا اگر 6 تا صحبت کنه، شما یگان مصلحت کرده سوده گفته اومده هم میزنن که حسابش کن. از حقوق بشر میبیان، از پراکراتورا میبیان، از دیگر جا میبیان، حاضر میبیان پیشکی وای میکنن، آگاه میکنن که حاضر کمیسیه میبیاید ها هشار شوه، یگان گپی زیادی گپ نزنه که یا میروان ما شما اینجا میمونیم. میبیان ما رو میپرسن کنی چی کم بدی است؟ یگان کم بدی نیست، همه 100%. یک آدم گپ زد ویم
تا درجه را زدن که حاضرم چیگست قطی رحم گردد. با نو تلفن کردم بچه ها پرسیدم، گفتن که خدا رحمتی گذشت از تاجیکاباد بود، هم قدر زدن که ستون مهرهاش پسیدن. بچه یاش 35 40 ساله آدم، این رنگ شما رو یک جوان نازنین از زدن مرد. ممکن نیست یگان جلب کردن، ممکن نیست ماهانه اگر نتی خب زندگی کردن نمیتونه در اونجا. یک خلاصه اونجا درآمده دیدن در کار. در بیرون میبروی بیرون همه گلستان میگن بسیار، همه نقض، همه ترتیبات دیگر کردن، همه خوب شده است، لکن همه دروغ است. شما در همون سیزا که بودید مناسبت بسیار بد بود. چه خودتان چند مرتبه زیر ضربه لتو کوب افتیدید؟ چی شد با شما؟ میخواستم کمی کوتاه در این باره گویید. یک آدم در اونجا اگر به گفتی ویا گناه کرده باشد، در نظر ویا گناهگار باشد، یک نفر در یک حجره 26 نفر بودیم، یک نفر گویا که اکو گناهگار بوده است در پیش ویا. به هر دین گفته اگه زمنچلنک داشتن پتپلکانک آمد براورد برد پرگولشنی هممونه فرم نال لباسامونه پاکیزه براوردیم. سرتونه خم کنید، اما کلتقش خده انا کنیش سیاه بوده است، کنیش سفید بوده است، با شتقتی در کنشو میزنه. شخصا منم با دوبینکه بسیار زد که همین شیشته نمیتونستم، 10-15 روز شیشته نمیتونستم تماما. من گشتم گفتم رفیق نچلنک من یگان گناه نکردم، من در یک جا تین شیشتم خپم، دیگر کس جنایت کرد برای چی مرا میزنی؟ یه زنی طرف الان تو با تو گپ میزنی با درآوردن علاهده هم زدنم که بیهوش و بیاد آورده دنم چی پرتافتنم. یک سوتکه پس بیدار شدم هشار شدم، نگاه میکنم بچه ها میگن انا حاجی هشار شد، انا نقصید، انا ساسید. چی گپ شد حاجی؟ من گفتم نمیدونم، زدنم دیگه هم قشه در آوردم، دیگه شو نمیدونم. پگهش آمد در آمد پیش من گفت که یگان کس ترا لطو کوب کرد. من گفتم نه، لطو کوب نکرده باشن نقض، значит تو آدمی правильный بدای تینچین. یعنی مقصدی مرا فهمیدنش که من شکایت میکنم یا نه؟ بله، یعنی که شما شکایت نمیکنید؟ من در کی شکایت میکنم؟ تو زن نچلنک اونجا باید من نظیرتی لا دیگرش که ما را ظلم میکنن شکایت کنم؟ خودی تو که من ایخیل کردی من در کی شکایت کردم میتونم دولت؟ بله. کمپیرم بیچاره میبیا گریه کرده دهانی درده سویدنکه که برای بدرام یک بینم گفته 50 سوم میگیرن در کیسهشون میمونن، با 50 دیگه در یک کویتانس می نویسن 100 سومش میگیرن میدرویه همگی 2 مینوت یگان کلمت گفته نمیتونی. ای پشت پنجره میستی که گپ میزنی، خانه چای پنجره دارن، از پشت زمنه چلنگ میبید درم یک شایه بیا بجو ماخته کنی ما را نمیبینی. چند سومه آورده باشه کمپیر میگون سوم بیار که ایجاده نمیشه و به سوم زنده کرده میزنن، میاره 200-300 سوم بیچاره بجا کرده در هر گیجاش میبیاره ترسیده و لرزده انده همینه نکشنگ بوده میبیاره میتیه تقسیم کرده تا درنی اتاقی که ما محکم شده تا اونجا تقسیم کرده میره. یک حال زور همین کار حاضرم هست، یگان چی تغییر نیافته، یگان بهبودی نشده. اینقدر آوازا در آوازا در تلویزیون و رادیوها میکنن که همه جا اصلاح شد. من از آمدن جنرالی که عمر منصور جان دیگرگونی شد بعد منصور جان آمدن یک ماه همه آدم آمد آشکار داد مردم، پولگیری بس شد. ما حیران شدیم، ما گفتیم دنیا دیگر شد.
بعد 1 ماه با بچه ها کاری خچانه با سر کردن. حاضرم خیلی با حاضرم. ببینید شما بعد از قرار دادگاه روان کردند کدام زندان بودید؟ من زندان یکم سویتسکی روی کردم. شرایط در زندان چگونه بود؟ از چی فرق بین سیزا و زندان بود؟ زندان با از اینجا بدتر. اونجا هم با همه افیسرهای سرکرده همه ایره پول دادن در کار. پول میتی، هر زمان میبیان مهمان میشن، خوراک میتی. چه مهمان میشوند؟ میبیان اونجا با فرض کردن در یک خانه اگر 15-20 نفر باشه، 1 نفر از محکوم شده ها سردار میمانن از خودشون و یا یک کس خودشون ویبرات میکنن میمانن و هر زمان اداره بیا پیش بیا میره میبیایه با لوز اموجا بگیم یا بوز انا امورا تیار میکنن با دست همو بعد پولا گرفتن میگیرن ماهانه میگیرن. خب تست 3-4 نفر میشن میبیاین کپتیور کده بگیم بریگادیرمون از همه خوراک جمع میکنه، از یک کس میوه، از یک کس خوراک، از یک کس دیگه برده برای یک استال راست میکنه. شوام میبیان، روزم میبیان میخرن رنگ رستوران وری هر چیزی که از بیرون بیچاره عائلمون و فرزندامون میگیرن میبیارن که اینجا گشنه نمانه محتاج نشوه میبیارن میخرنشون. ما با همو گشنه تشنه اگر کوچه برومده همو حولی برومده 2 قدم میگذارم گویا اگر یتش دویده میبیا یک شتت میزنه که نچلنک برومد نبرو تو در جاده. خلاصه که نه رهگردید میمونن نه اینمی تلفنم با پولای. شما در یکم سویتسکی بودید، در اونجا مناسبت زندانبان ها چی بود؟ از سیزا چی فرق داشت؟ از سیزا اگه فرق نداشت چه خیلی در سیزا بود همی خیلی بود. با در بخت ما وقتی که گویم که بین خچو پیریوراد نشید کیا گرفتن زورا را گرفتن و این منصور جان عمرف اومد بعد دیگه همه را علیش کردن. من فکر کردم که همه ایو را بیکار کردن و آدمای نو میبیاین، یک آدم بیا که با ما رحم میکنه. شما این وقت در کدام زندان بودید وقتی منصور جان را ایواز کردن؟ من در سیزا بودم، روزهای آخرم بود در سیزا بودم. بعد که مرا انتقال دادن از سیزا به ترمه اینجا میبینیم که همه آدمایی که در سیزا بودن و یا را اینجا پرتافتن و یا را اینجا پرتافتن رتاتسیشو کردن و یا را اینجا پرتافتن یوش در ترمه یکم پرتافتن یکم در ششم پرتافتن. هم خیلی همین جاهاشون رو عوض کردن و خلاص دیگه یگان کسا بیکار نکردن. شما در سیزا یک چقدر وقت بودید؟ در 8 ماه. در ترمه 8 ماه بودید؟ در ترمه در ترمه هم 8 ماه بودم. بعد از ترمه در ترمه کسل شدم دیگر راه گشتن نمیتونستم. هر روز در امو بالنشکه چی در امو سنچستی ترمه دا بودم. هر روز تماما همه یک چوی قاق شدم، راه گشتن نمیتونستم. بعد پیش نچلنک در اومدم. نچلنک شد گفتم که محترم شیف من همیشه میمرم آخه شما یک رحم کنه. من آدم مسافید آدمای بودن که شاهدی دادن که همین مسافید همین خیلی بیگناه از هوا انمیجه دا اومده ترمه شدگه. بعد باور کرده گفت که مایلش گفت من ترا بالنشکه روی میکنم رفته تبابت گیر که نمری با خیلی جده چکل وقتی محکوم شده دیگه یک نمود فیراد میکنن که میگوی خدا همین دیگه همین بگیر همین امانتی که من همیو را نبینم. بسیار همین تحقیر میکنن، بسیار تحقیر میکنن. بعد من رو بالنشکه روی کردن گویا تبابت رفتم. تبابت کجا روی کردن؟ بالنشکه میرم اما ارجنگزا بود وحدت. یعنی وحدت جایی که در اونجا آشوب سر زد در اونجا روی کردن شما؟ آشوب شد اونجا مردم کشتن. مردم کشتن پروندن مردم
خود چون پراندن مردم. حالا به این میگذاریم، در اینجا آوردن چی شد؟ و اینجا آوردن بالنشکه ده آوردن، بالنشکه شونده هم یگان نمود دارود نمیتین، دارو اوکال پکال یگان چی نمیتین. یکی همه داروهایی که مهلتش گذشتگی باشه، این پامش کریتاز یا میتین مهلتش گذشتگی، همه یک نمود دارو میتین، همه خیلی کسلی نباشد فرقش نیست، همه یک نمود دارو میتین. خب او حتی ضرر میکنه و فایده نه. بعد چیزی که دکتر در اونجا برای شما نزدچت کنه همونه بعد می نویسی از بیرون از خانه بعد می بیارن، از خانه می بیارن، همه چیز از خانه می بیارن. در ترمه نه دارو میتین، نه لباس میتین، نه خوراک میتین، هیچ چیز نمیتین، یگان چی نمیتین. اما یک اوقات میکنن که بلندش میگن او را گاو میخره، آدم نمیخره. همه گاو خشونه بانی میکنن، اونجا گاو دارن و پساب نخزیت دارن، گاو گوسپنده و مرغاشون و مرغابیاشون بانی میکنن، فربه میکنن، میکشن خچون میخرن، نامش به نام محکوم شدگان. آوردن در اینجا در سنچست ما را در دیم آشیانه جا کردن. دیم آشیانه ما همه خیلی یک خانه دو آشیانه بلند بود، تریزه هم نداشت، پنجره داشت خلاص، تریزه نه، تریزه هم نمیچسبانن که تو خنک میخری میمری میزی. 4-5 نفر در پیش چشم خودم کسل بدن، نگاهشان نکردن، همه وزمین شدن. من یاسین خواندم در تار سرشون، مردن. همونجا ما منشون بستیم، گرفتن بردن، صاحباشون دادن. تا همه درجه را که نمری جواب نمیتین، دروغ میگن، کمیسیه میکنن، کسل وزمین جواب میتین، اکتیر و اکتیروف که میکنن، همش دروغه، یگان چی نمیکنن. آنمی قدر شکم ورم کردگه گپتیت های مرده، کسل گپتیت شکمش ده 4 تا سوزن کلان زدگه، آب میروه 4.5-5 لیتر، جوابش نمیتین. تان یا پول میتی جواب میتین، پولی کلان، یا که میمری همونجا ده و مردت جواب میتین. همه 19 شب همه 19 می دیم آشیانه ده بودم. شما چقدر کدام وقت آمدید سیزا و بعد این آشوب سر زد؟ چند ماه پیش از همین؟ من ماه مارت آمدم، ماه مارت. من 10 مارت آمدم همه بالنچکه. خب مارت، اپریل، می 2.5 ماه در اونجا بودم. بعد 2.5 ماه بعد همه آشوب سر زد در اونجا. وقتی که من آمده بودم، این مقسم عبدالستار اون نهضتی و هم اونجا بود، او کیم بود، جنرال قیام الدین هم بود، او ملاش هم بود، همه آدمایی را که پراندن همشون در بالنچکه بودن. بعد بالنچکه بعد یکی بود که یارا آشوب 19 هم سر شد و یارا یکم ده گرفتن، یا 19 روز 20 روز پیش گرفتن بردن همشه با چیرا. از این پره همه خانه ما زندگی میکردیم، یک دیوال بین مونده بود، اولا دیوالی پستکک بود، حاضر کندم بلندش کردن یکم، حاضر او چپشید، هم چپشید کندم بلندش کردن. اما پشتی ماده ترمه بود، همه بچه ها قدی گب میزدیم، دهنکی گب میزدیم، می اومدن پیش مو گب میزدیم، بین مو 1 متر همگی رستانی 1 متر ده گب میزدیم. نکی سیم خور که کشیدگی بود، میگفتن که همه سیم وای داره، قوه الکتریکی داره، هیچ کس نزدیکش نمیرفت. خیلی ما دهنی تریزه و یا او طرف گب میزدیم. همون بگاه 19 هم یکی غلاغلی و دواده و سرشید. همین خیلی ما دیده سودیم، با چشمون همه را دیده، با گوشمون شنیده سودیم. یکی سرشید و دوای سرشید، مردم جمع کردن در پلاس، همه را بشکم زدیم. پلاس میگن همون میدانه که مردم قطار میستن میشمارن و یاره چند نفرن، در همونجا جمع کردن، گفتن همه به شکم خو روا. همه یک قطار خو رفتن و
و اینجا شتقتی زده خیلی بالا بیاده برو اینش بالا ده برو هم خیلی جمع کرده توپ کردن رنگی پایر توپ میکنی که روبرو هم خیلی توپ کردن او پایان ماندگی ها چند کس که دمتاز شده مردن. بعد از همینجا یک تش سراشون مسکه کشیدگی اما افسرها در دستشو اونا خیلی پولمیات автомат فیرات کردن نامبر کردن یک تا اشمت تاشمت فلانی 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 70 نفر فیرات کردن. گفتن که ها انا زپرتکه دیدی زپرتکه شما دیواری هست که بالاش سیمخوار دارد و گیردی ترمده های. گفتن که به طرف همه زپرتکه میدوه شما 1 متر تا همون ماندن ما است گفته میستی نباشه حاضر جاتون همتون میپرونه. قانون از حکم هست که همین محکوم شده را پرانه در کار نیست. باید دپوتات هم یه روز برآمد کرد گفت که 17,000 آدم محکوم شده های ما به همه 17,000 آدم هم میتونیم که حکومت کنیم یعنی ما در کار نیستیم دیگه. بس حد تحمد سودمون کردن و دپوتاتش میگه که به شما میتونیم حکومت کنیم شما لازم نیستی. آن بعد یورا گفتن که بدوی طرف زپرتکه دویدن یا چون از قفا انمی تلفن‌های چقدر سنسور تلفنش میگن نه خیلی رسم میگیره کو خب همو قطعی خود چون از قفاشو سیامکه کردن سیامکه کرده سادسیاتشو میگه که یو گریخته سودیان پرون بعد از قفا پروندنشون همه اکش پروندن همونجا ده پروندن در همونجا. وقتی که پروندن همش تمام کردن بعد کلانشون اومد یک گنرال اومده همسو در اومده بس کنه گفت خیلی گناهگارا رو پرونده دیگه بیگناه رو چون میکنه پرونده دیگه بیگناه رو اونجا مردمه که 50-60 نفر پروندن باقی مانده ایوه همش بعیب کردن از زدن همین قدر زدن که همه معیب شدگی بود. بعد 1 ماه 2 ماه بعد ای آشوب تین شدن بعد 1 تا 2 تا 3 تا بعد بالنیشکا می آوردن با اما شته خوردگی را. بعد من تشخیصی با هم صحبت شدم گفتم که زید سعید هر روز اعلان میکنه به قلانده میبینیمش همین طرفی دروازه مرکزی میره و چوه نپراندن. گفت که وای همون وقتی که همونجا یک نچلنک داشتین همون نچلنکشون از او هر ماهانه 10,000 سامان میگرفته همو گرفته در تگ مرده ها بجاش کرده که گفتیان که وای گریخت است نیسته کفتیان نیفتیانش نباشد وای هم حتما در همین قطار میکشتن پلانشون همین بود. برای چی آدمایی که در اونجا گناهگارا هم هستن و بیگناه نیستن گناهگارایی بودن که وای سزاوار فرض کردیم آدم کشا بودن سزاوار کشتن بودن یا از نسل کردگی آدما و یا را نکشتن همه آدمایی که نمایان بودن همه را همش نامبر کرده فریاد کرده جمع کردن و پراندن خشون یعنی این آدم‌های انتخابی بودن که کشتنشون برکلا اینا آدمای انتخابی بودن اینا تصادفاً پراندگی نیستن یا همش انتخابی بودن. زید سعید فقط پول میتیه برای همون 1 ماه یک نفر 10,000 سامان تیه زندگانی تا پیش برده میتونی یا نه میتونی برای همین دیگر او را احتیاط میکنی تا که زید سعید نه همون 10,000 سامان نمره گفته همون را بجاش میکنی همون را بجاش کردن همین خاطر او زنده مانده باشه شریکاش رفیقاش باشه همشه کشتن یگان تجنم با دروغ را 20 کس مرده 30 کس مرده گفته دروغ را وای دادن و معلومات دادن که همقدر آدم مرده نه که در اصل بسیار کشتن هم قدر پراندن که ما باور کنی اگر دیگه ما همونجا وقتی که پراندن اوسی یک تش ما را دید که نگاه داریم طرفی ما تیر پراندن ما خودمانا پرت افتیم تگ تیریزاده به شکم خواه رفتیم که نه پرانن ما را گفته چند تیری دیگه در دیوال ما زدن در نوع خانه حتی تیر زدن تیرای پلامیات چند کلونه پا آدم خود بیزیبه که خب پراندن کشتن مردم
شما وقتی که این حادثه را دیدید با دیگرها صحبت کردید عموما دیگرها چی میگفتند؟ دیگر زندانی‌هایی که آوردن لط و کوب کردن زدن آنها رو، اونها چی میگفتند وابسته به این قضیه؟ اونا در اونجا یک جای هست که خود شما اول چنو سرشوی شدیده او طرف شنید یک جای هست که همه مردها میگریستند، فقط میگریستند، خدا را زاره میکردن که خدایا تو ما را خودت یاری کن. اینجا هیچ کس، فقط میگریستن، دیگر کاری کردن نمیتونستن، میگریستن که این بلا از کجا اومد به سر ما، برای چی یا ما را خیلی میکشند، برای چی اینقدر آدمای در بیرون بودگی بیچاره قرض میکنن، یک دهن نان برای پیونداشون میبرن، نمیشه میکشن میگیرن میخرن خودشون در اونجا. گپ زدی تمام، رفیقای خود فریاد میکنن، همه شریکای خود فریاد میکنن، از بالای تو بیانات میتین می نویسن که ها نمین جنایت کرد، نه نویسی هم میبرن میزنه میکشند. رفیقای خود همه خیل ایو افیریستی بدیان که توبه کردم، من دوجه دیدم قائل شدم. رفیقای خود از بالای تو شاهد میکنن، یک کس میبیایه یک پرور که دیگه و دیگر میبیایه سنجشو میبیان میگیرن میخونن میگن اینا اما خطون شاهدی داده ده اینجا، خطون دیدگی چیزا اینجا چخیل میشه ای دیگه حیران میشه. یک نمود کار براه ماندگی هن که یگان چیز از دستت نمیبیاد، هر چی خواهن در حق نه که ظلم به درجه عالی شه. اگر در بیرون میگن که این تشد اون تشد سبوکی شده فلان و بسمدان، این دروغ است، دروغ محض است. یگان میده سبوکی شدگی نیست، خیلی بد همون خیلی دوام داره. حاضرم همه برادرایی که از ترمای روسیه انتقال داده به تاجیکستان میبیارن با ما بودن در آن، اونها میگفتن که 10 سال در روسیه ششتن در ما راضی هستیم، 1 سال در تاجیکستان، اینقدر عذاب و شکنجه در اینجا هست، در اینجا یگان حقوق انسان رعایت نمیشود. اما در روسیه میگه این خیلی نیست، در روسیه بسیار سبک است، همه از آزادی محرومه، دیگر شکنجه و دیگر این کارهایی که در اینجا هستن در روسیه نیستن. گفته بسیار بیچاره عرض پشیمانی میکردن که خوبش همونجا می استادیم وطن، گفته خستیم آمدیم تگی مشت لغت خوردیم در اینجا. بعد یک چیز دیگر هم فراموش کردم گفت زنم که همون وقتی که 14 نفر از لیل‌نباد انتقال دادن، در آن با افیسرهای هستن که محکوم شده ها قطعی ساز هستند، نزدیک هم هستن خیلی آدما، همونا خودشون نقل کردن که در تابستان در گرمی 37-40 گرادوس یک ماشین محکوم شده ها رو می آوردگی از لیل‌نباد اومده در بین راه استاده، ایو را فراورده با در دیگر ماشین بار میکنن. اون ماشین در همون کوزفش پتلاکاش ابشیفکه نداشته، تونکه خالی بوده است. در سر یا خلطه ها رو میکشن، در دستاشون نروشنیک زدگی، طرفی پشت طرفی پیش هم نبو، همشون از گرمی دمگیر شدن مردن بیچاره. یک تشمو بالنیچکه آوردن زنده، بچه ها پول دادن در آمدن که خش تباره یا بینیم شا گفته پرسیدن، همون بیچاره همین نقل کرد خودش که ما را همه خیلی در این ماشین ده مجبور کشتن، مگو از ماشین از دیگه ماشین فراورده در یک تابستان در گرمی در این یک تونکه بار کردن، در سرا خلطه کشیدگی از گرمی مردن، یگان خلیب نخوردن، محکوم شدگی زهر نداره، یافته هم نمیتونه، خلیب هم یافته نمیتونه، این گپا همش بافته دروغن. یعنی شما گفتنی هستید که آن نفرانی که در راه مردن آنها مخصوصا کشته شدن، خلطه کشیدن در سرشون، خلطه کشتن با ماشینایی که باید ویا سپیسیال افشیفکه دارن کو بعد خیل و ونتیلیاتسیا دارن، دیگر برای هوا در اومدن در دیگر ماشین بار میکنن، دستا طرفی پشت نروشنیک زدگی تا که خلطه را سرشون گرفته نتونن. همشون دمگیر شدن مردن در همونجا، مجبوری کشتنشون. یک نفر زنده همونجا آوردن
بچه ها در آمده همین اینفرماسیون را اونجا در محکوم شدگی هم کوشش میکنن که فهمیم که چی گپ شدگی های. همین اینفرماسیون گرفتن که همین راه قطع کشتیانشون سحر بر وقت گرفتن بردن نابودش کردن وایشان دیگه ندیدیمش کجاش. یعنی اون آدمی که همین اخبار داد او آدم هم کشته شد. او آدم هم نابود کردن. یا صاحباش میپرسن که کجا دای؟ ترما میگه در بالنسکه میگه در ترما. هم خیلی هم یه دبار ایسوسی میدونه تمام همین قطعی دیگه هیچ کس نمیداند که در کجا های. یعنی که این حادثه ای که در این شهر شد با این ترتیب کشته شده مردم. مردم با مجبوری کشته شدن. کشتنشون. یگان محکوم شده زهر ندارد. اینا دروغ محضن. من که خودم محکوم شده بودم در اونجا ششتگی بودم. این یک گپ خنده آور است. این یک دروغ محض است. وقتی که در گرمی آدم در سرش خلطه میکشن، خلطه که اون نفس نمیگذره، بخمل از متریال بخمل دوختگی های. بعد از آن در یک تنوکه که از یگان جوش هوا نمیدراید، دستو به پشت بستگی محکم. یا دمتاز شدن مرده را برده گور میکنن، صاحبش خبر میکنن که فلان جدا ما فرزند تیمور بردیم گور کردیم. نه کنی نره که ماندگیاتو میبریم در برش گور میکنیم. چخیل میکنیم. یعنی این حادثه ها بسیار شدن در اون زندان؟ بسیار شدن. حادثه به حد بسیار در زندان ها. یک تا دو تاش خبر میکنن، دیگراش مخفی نگه میدارن همش. یعنی آدم ها رو خودشون برده گور میکنن، آدم هایی که به ضربه مردن. خودشون بردن. من شخصا برای تشکر کردن 200 سومون من فرمیدم بیار تکی قور کنو در بتین دودم. بسیار دهشت. خودشون افترون خودشون میبرن گور میکنه. اونجا اگر حال مردم بینی همون دیدنش خودش میکشته. تمام زدن و شکنجهش ما را که هر روز درن میزنن میکشن. هر روز میکشن. مرد گفته رای میکنه سپیسد. تمام همونجا یک وای دوران یک اسکندر گفتگی دوران تایلاقش میگن یا بوز بالای او میگم من تروی راست میگم میزنم میکشم فلانت میکنم. یگان کس نمیپرسه شما نرختون 17 تینه. یعنی این کارمندی نظارتی زندان است، افیسرها همون همونجا جنایت زندانبانا در زندان ما جنایت کرد. گرفتنش کار مردم آوازه کردن که بین چون که ایره سود میکنن ایسوسن. از اینجا گرفتن بردن در با سیزاده وای است سپسترما است که در نوش در اونجا بردن خوجاینش موندن. خب این هم خیلی علش میکنن جاهاشون را تدس میکنن. تمام یگانش دور نمیکنن. اینا یک کماندن یا چه خیلی دور میکنن. یعنی کشتارهای بیرحمانه خیلی زیاد است در داخل نظام. خیلی زیاد هستن در درون. همه را مخفی نگاه میدارن. یگان کس دلیای گپ زدن نمیشه. گپ زدی تمام میکشند. همین خیلی هم تهدید هم میکنن که گپ زدن نزدیکاشون میکنن. زنها میبیاین، زنها مادرها خبرگیری میبیاین ویارم دست میزنن. چیه؟ از یاون یک آدم وی نام دارد زبید نام دارد. گاوبانای در همون درون همه خوراکی که حقی ما هست همون را همون خیلی چی در چاودگوی کلان در گرفته میبره گاوا را میخرونه. بعد زنش ایره سویدنکه دادن دراز مدت. یعنی که با زنش باید با آیلش واخوری کنه. میبیارن زنش بر وقتر میدرارن. همو کارگرای همو ترما یا قطعش علاقه جنسی میکنه. با ایره فیراد میکنن که بیا. میبیام کی زنش در همو کام نتای گفتگیشون نیست. با میگن گیجا دای. میگن خیلی نمیدونم توالت رفته یا که سرشوی رفته. میره در مکشوه که و خطیش همونجا همه کار کرده سودای. با همونجا جوابش داد. زنش جواب داد. دیگر زنها هم دخترها هم دلیو نمیشدن روان. من دخترها من دلیو نمیشدن روان خبرگیری. برای که یو
میرفتن فریب میکنن، هم فریب میکنن که یاردم میکنم، مقصد ناپاک خودشون وای میکنن، یخلش یعنی میترسونن، با یخلش زنهای مجبور زندانبان هم میرسن. میرسن. بسیار با سه راه قطعی، با سه راه قطعی، هم با زوری، هم با وعده های دروغ، هم با وای قطعی، به هر راه قطعی فریب میکنن، یاردم میکنن. گفتن بسیار دهشت. هم بسیار دهشت ظلم، است. هم ظلم به سر آنها، هم دست درازی بر دامن زنهای آنها. این بسیار وحشت و دهشت بیرون از آداب و اخلاق انسانی است. دیگر این فکر میکنم انسانی که خیلی نمیکنه. این فکر میکنم بسیار بد است. خیلی 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 دهشت، خیلی دهشت. ما وقتی که همینجا می بیایم همینجا، اگر مجبور نشه و آدم نمی بیاید، هیچ وقت ترک نمیکنه وطنش، خانهش، اولادش ترک نمیکنه یه جا رو. تنبال من آدم مسافد مجبور میشه، دیگر راه نمیماند. گیجای را میبینی همه جا تاریکه. زندان، در زندان ها بسیار مردم عذاب سخت دارن، بسیار بسیار. این بیرحمیه که در ایو هست. من اول فکر میکردم که پرزیدنت برآمد میکرد میگفت من به شما صلح میآورم، من شما رو خیلی میکنم، من یک تای شما در خارج باشه، در خانه هم تین نمیشینم. میگفتم عجایب کسی بزرگ در بالای سری ما اومده است. همه 24 ساعت تلویزیون رو همین را تماشا میکردم. میگفتم یک آدمی بزیب شروع، یک آدمی نسبت مردم دلسوز، این خداوند خوب بخت داده است ما را که همه آدم. بعد که میفهمم، بعد میبینم میرزه تمام گپاش دروغه، والله قسم تمام گپاش دروغه. فهمیدی؟ من با شما صلح میآورم، مرگ میآوردم به دست. همه منا کشتن، آخه من خیش تبارم نمیشه کشتن، همشه ترمه کردن. با حاضرم همه خیلی که مردم همه میدونن 30 سالشی جنگ بس نمیشه و هیچ حیرونم. همه کشتاره فقط. میفهمی باید دوجا کشتن، میفهمی ایره دوجا کشتن، هزار یک دروغ میبافن، حیران میشه. همه وقتی که عوف اعلان کردن، عوف خودشان تعریف میکردن حکومتدارا که ما بسیار یک عوفی کلان، یک عوفی عالی درجه همین سال اعلان کردیم، 20,000 آدم از این عوف برخوردار شد. اینم دروغ محض است. در یک ترمکی 2,000 آدم در ترمه وحدت، 2,000 آدم در پدول ها رنگ سگ هم بندی در ترمه نمیسته، در پدول گریه میکنن، زندگی میکنن. 162 نفر جواب دادن. اونا هم کی بدن؟ اونا هم کسایی بدن که 2 سال، 1 سال، 3 سال مهلتی ادای جزاشون ماندگی بود، همونا را جواب دادن. دیگر پرم خیلی استادگان ترمان خیلی پرن. فقط ای پسیلینکا، والنی پسیلینکا را جواب دادن. بعد از همین ترمه هفتم جایی که من بدم 700 نفر جواب دادن. یا کی بدن؟ و یا سلفیا، که این سلفیا را عربستان سعودی 400 میلیون دلار یا را داد که اما سلفیا را جواب تیه گفته برای اون جواب شد دادن، نمیشه یگان چه جواب نمیدادن، پول گرفتن برای یا. هم عربستان سعودی در اینجا چی شد، هم قطر، که همه قطر مسجد ساختن، کو مسجد ساختن، مسجد ساختگیشون رنگ همون سیزای، همش سمبلاق قطعی، تابستان در گرم، زمستان در خنک، سمبلاق قطع ساختگیشن. وقتی که دیوالاشو برداشتن، من در بیرون بدون یک روز رفته تماشا کردم. از نیم زیادی پولش دزدیدن خوردن، خانه خدا را پلاش دزدیدن خوردن. بنده های خدا را یا رعایت میکنن دیگه. ببینید اکا، من در اینجا یک سوال داشتم وابسته به داخل زندان های تاجیکستان. شما از بسیار مشکلات ها واقعا هم گفتید. من میخواستم مناسبت با
شخصانی که سیاسی هستند یا با جرم‌های سلفی این یا آن تهمت قطعی آورده محکم کردگی هستند، مناسبت با اینها چگونه است؟ فرض مثال از یک نفری که دست به دزدی زده است یا دست به یگان کار دیگر زده، مناسبت به نفرهای سیاسی یا خاراکتری دینی داشته چگونه است؟ بسیار سوال خوب دادید. همین کسایی که دزد هستند، خب کسایی که راهزن هستند، راهزن 248 در راه یک کس میزنن، یک چیز میگیرن. دزدها و همین ها وقتی که عفو میشوه بسیار خرسند میشوند، میگن که حکومت برای ما عفو داده. همونا جواب میشوند، اول همونا جواب میشوند. این کسای سیاسی را فقط خدا و خودشون میدانند که در درون یا چی حال دارن. اینمی هر روز یک نفر بیاید تاری سر شما از دستان یگان چی نبیاید، گپ زدن نتونید، تحقیر کنه، زن تا فلان خط فلان کنم، مرد همین خیال گفتن ممکنه. یا حتی روسا دیگر مردمی که ما فکر میکنه که از خدا دورن نمیشنن، همونو برای خودشون روان نمیبینن نمیکاره. این مردم های سیاسی را هر زمان تحقیر میکنن که شما از اینجا هیچ وقت جواب نمیشوه. اگر مهلتاتون بود شوه با ما میابیم حیلشه، با یک حادثه دیگر برای شما در اینجا تشکیل میکنیم، با دباوی تو میکنیم اینجا شتن و خانه شما همیه دیگه امیدی اینجا نکنید. هر روز همی گپه، هر روز با بسیاری هاشون قطعی دیگه خیلی معامله دارن. پول هر ماه 10,000، یک نفرش کلانش 10,000 میگیره، او مایده چایده هاش ویاش هم میگیرن، خیلی نه که 10,000 قطعی با خلاصه. همین خلاصه فروخته و دادن میگیری. من در همین 2.5 ساله که دهمجا ششتم به والله قسم روز قیامت به گردنم جواب میگم 15,000 دلار از خود کردم. 15,000 دلار از خود کردم. از لباسای گرفتگیم، از خوراکای خوردگیم، از خانه هایی که زندگی کردم کمیرس کیم، همه پول قطعی، نه چلنیکوش دیگه همه ایرا پول میتی. بعد در اونجا تو زندگی میکنی و مهلت کم کرده رفتن میگیری. نباشد میزنن، معیب میکنن، بالنیچکه میبرن، بالنیچکه در هیچ کسی نگاه نمیکنه. همونجا دم من روی خدا را میگم، همه نچلنی که بالنیچکه یک دنغرچی بود، بسیار انسان خوب همون مردک، اما معاوناش رژیم آرا دیگرش یا من نمیدونم که کی زایدگی باشد، بسیار نسبت ما او اما ادمنستراسیون در نمیدر اومد بیچاره. یا میرن دلاجید میکنن شف همه نغزه سوده. همون آدم من تهمت نمیکنم، برای که روز قیامت جواب میگم. همون سردارشون به حد انسان خوب. حتی یک بار نیم بار میدر اومد همونجا میگفت که قطار میکرد افسرش، میگفت بچه ها را غم نتی، ایشان بوده مردک خداشناس بوده. و یا میگفتن شف همه صده اینه بپرس، اوس میشیده دیگه با جفیدن سر میکرد. کسلی دبال نیسته پول نتی زندگی کرده نمیتونی، خوراک نتی زندگی کرده نمیتونی. هم عذاب مادی هم عذاب معنوی کسلمون کرد دیگه. 2 بار به مردن رسیدیم و با خداوند جان ما را که نگرفت. بعد در آخر اومدن خودشون پریدلگت کردن، گفتن که بچه تو مسافر همینجا میشینی دیگه کن. کی آمد شما پیشنهاد کرد؟ کی آمد شما پیشنهاد؟ با یک افیسرش آمد از همونجا پروکراتور روی کردین. پروکرور جا میبیا و آدمای خودشو ندارن کو. هر کدامش آدم خودش داره. اوید آدم خودش داره، پروکراتور آدم خودش داره، وزارت تندرستی آدم خودش داره، همه آدم خودش ندارن. یک تاش آمد اکنون من وای نمیفروشم، برای که وای من یاردم کرد که من در اونجا خلاص شدم، رهای افتم برو اومدم، نامش نمیگیرم. اما آدم اومد که پروکراتور میگه که حاجی چی میشینه همونجا
اگر بخواه یک مبلغ میفرمیم بیاره بتیا جوابش بدیم. من و گفتم من چقدر راضی مبلغ هستم. گرفتن؟ من خانم بعد فروختم، خانم $100,000 میستاد. یک آدم اومد گفت 25,000 میتی زن ما که در بیرون بود، اویلم من نبودم، نه در ترمه بودم. گفتن که نمی $20,000 بیار بته ما جواب میتیم بره تمام. خب من گفتم 18 سال با 20,000 شما من جواب میتیم؟ گفتن که ما جواب میتیم تمام، کارت نباشه و طرفش کاری ما. من راضی شدم. آیلا من گفتم که بفروش خانه را فروخت. بعد در بیرون با شاهد گرفتم، دو زنکه شاهد گرفتم. هر دفعه که یا پول بردن دادن یک جای را انتخاب کردن که سیامکشو کردگیم، هم سیامکه کردگیم هم زپسشو کردگیم آوازشونا. پول دادیم گرفتن همش. چون ما را من کسلم بودم، نه کسل حاضرم کسل هستم، گپتید اس دی کسل هستم، همین ترمه قبدم همین کسل هم ادینام هستم، هم یز و جلود هستم، جلود کم در همونجا کف رماتیزم پسلید نیستادیش هستم. عذاب بسیار کشیدم، 2 بار با مردن اومدم اونجا. بعد فریاد کردن گفتن که وای کن این همه خیلی. من گفتم من راضی هستم که یک روز هم باشه در آزادی برام از همین عذابی که اینجا خط شما دارم. خانه و در ما فروختم، دادم در هوایا. مبلغی طلب کرده آنها رو من دادم و 17 ینوری 2020 مرا از ترمه آزاد کردن. جوابم دادن، گفتم به یک شرط جوابت میتیم. نمی جوابت میتیم یک روز در تاجیکستان نمیستی، هیچ کس تر نبینه، برو خارج رو. من راضی هستم. بعد گرفتم پول، جواب دادن، منم خستم. حجتات هم دادن؟ نه حجتام ندادن که همین سوال درست دادی. همین مفتش من ترمه کرد به حجتام نرفتم، پاسپورتام. وقتی که من جواب دادم من سپیشال گفتم که شما من پاسپورت من تیه که من برام اومدم گیجا میرم، ندادن من. لکن با پول در تاجیکستان لوبای کار کردن ممکنه. برام اومدم یک شناس داشتم در ام ویده، پول بسیار گرفته، یک روز در کار داد، یک روز. عموما شما وقتی که از زندان بیرون آمدید، از تاجیکستان رفتید، خلاصی چی خاطرات از زندان دارید؟ در اونجا چی تجربه رو برخورد کردید؟ چی رو فهمیدید در زندان؟ ما این ظلمی که در بالای مردم است در اونجا، من تا درجه را تا همین درجه را باور کنید اگر عصبم ویران شده است و فکر خیالم دیگر ویران شده است از ظلم اینا را که شبا همجا خواه میرم، کمپیر میگه که وای میشه، میگه داد میگوی میخیزی ایجاد میگه چی فکر چی این کارهایی که باید در حق مردم میکنن. من حیرانم که برای چی قدر ظلم میکنن مردم، برای چی قدر مردم عذاب میتین. برای 4 تنگه میگن ما وظیفه داریم، تا روز وظیفه داریم. اگر با قانونم بارشون کنی گویی که این خیل شما حق نداره، این خیل ممکن است، متهمشون کنی، در آخر میگن که حاضر در دست ما حاکمیت. چه خیلی خواهیم میکنیم اینا بگی حاکمیت، بعد چه کار میکنی بکن. همین زوراوری، ظلم. خلاصه همین تاجیکستان وطن ما تا درجه ایران یا من به تنگ آوردن که دیگر نمیخوام که اونجا روم تا وقتی همیا هستن. عموما فکر شما درباره امام علی رحمانوف بعد از این چی است؟ شما چی فکر میکنید؟ در تاریخ این کی خواهد بود؟ این کی است در تاریخ؟ یک کسی هست که این در وقتی که در وقتهای اول برآمد کرده گپ زد، من بسیار نغز میدیدم ایرا. من فکر میکردم که این آدم گفته شده است که من بدم، در یک سخنرانیش گفت که من بدم که دولت تاجیکان پاش نخورد، پاره نشد، اینا اپوزیسیون دولت تاجیکان را پاره کردنی بودن، من جمع کردم آوردم. حالا میبینیم
او طرفش خودش فروخت پامیرشه، این طرف ریگرشه، این طرفش فروخت پایانشه. میبراید در تلویزیون یک گپ میزنه که خیال میکنه که تمام ولس دیگر شد، همه دیگر شد. در اصل میبینید با همون ظلم. یک سخن آخر گفتنی بدم که در یک کار اینا من قائل شدم، دست برداشتم. تمام دنیا را تانستن فریب کردن اینا، تمام دنیا را یا فریب کردن، همه را فریب کردن. یا همه کاری یا دروغ است، همش ظلم است. دعا میکنیم که خداوند این ظلم از سر ما برداشته گرداند. الله اکبر. تشکر. مراجعتی برای ملت دارید، برای مردم دارید؟ شما یک نفر اذیت کشیدید، این روزها رو پشت سر کردید. من انقدر گفتنی هستم که تا روز یا هستن مردم یگان کار کردن نمیتونن. از دست یگان کس یگان کار نمی بیاید. هر کسی دندان سفید کنه او را همون زمان نابود میکنن. نمیتونن هیچ کسی چیکار کرده. فقط خداوند ما را یاری که این ظالمان نابود شوند. خداوند یارا خودش یک طرف کنه. تشکر بسیار برادر عزیز. خداوند همه ملت تاجیک را از این ظلم مغول ها، از این چشم تنگ ها، از این ظالم ها برآورد. خداوند ملت ما را، ملت اذیت کشیده ما را که 27 سال است از این رژیم عذاب میکشد، 27 سال شد که از روز آمدن به قتل و کشتار این ملت دست زد، ملت ما را کشت و امروز دارد دوام ظلم های این ادامه یافته ایستاده است. و خداوند این ملت ما را از این ظلمی، این امام علی رحمان و این توده جنایتکاری اوباش تخت و تاج مغول ها نجات دهد. تشکر بسیار برادری عزیز با اشتراکتان و امید داریم که باز در این موردها اگر فرصت شود صحبت میکنیم. سلامت باشید. خدا نگهدارتان هموطنان عزیز. دیگر باور کنید بسیار سخت است. من دوام همین صحبت ها خیلی دلتنگ شدم. بسیار وضعیتی این برادری ما رو و دیگر زندانی ها بسیار بد کردن و هر یکی ما باید که خودمان رو در جای اینها احساس کنیم، چون هر یکی ما و شما بیگناه هستیم و یک روز در جای اینها به خاطر تجارتمان، به خاطر اعتقاد دینیمان یا به خاطری که در یک داماد و دختر پرزیدنت معقول نمیشیم یا خیش تواشده معقول نمیشیم یا به خاطر پول داشتنمان برده محکم میکنن. باید ما این رو احساس کنیم و این ظلم باید که بالای ملت ما انجام نیابد. خدا نگهدار یک و یکی شما باشد و تا برنامه های دیگر. خداوند شما را هم نگهبان باشد. رحمت. سلامت باشید.